سلام، امیدوارم که مثل همیشه شاد و پر انرژی باشین. میرسیم به یکی از قسمت‌های خیلی مهم این فصلمون و اون در مورد نکات پیاده رویه. ما زمانی که اسم پیاده روی کردن با سگ به گوشمون میخوره، تو ذهنمون ممکنه این بیاد که الان خوشتیپ کنیم بریم دور دور و کافه گردی و رستوران گردی ببریم سگمون رو مرکز خرید و اینجور چیزا. اما به این فکر نمی کنیم که خب سگ من بیاد تو مرکز خرید چیکار کنه، بیاد تو کافه چیکار بکنه. چیزی جز تحمل کردن ازدحام و شلوغی و بوی سیگار و ادکلون و نورهای مختلفی که ممکنه اذیتش بکنه براش در پی نداره. پس ما باید بیایم اول یه شناخت پیدا بکنیم، ببینیم اصلا چرا ما داریم سگمون رو میبریم بیرون و چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم. اولین چیزی که تو پیاده روی مهمه برای ما اینه که خب ما می‌خوایم اون سگ رو ببریم انرژیش رو تخلیه بکنه، هم به صورت فیزیکی هم ذهنی، و همین که ارتباطش با محیط پیرامونش اوکی باشه. یه برنامه منظم ما میتونیم برای سگمون بذاریم، حالا بر اساس وزن سگ، سن سگ، میزان پیاده روی هم میتونه متغیر باشه. این هم در نظر داشته باشید. ما هیچی تحت عنوان سگ آپارتمانی که احتیاج به بیرون رفتن نداره تو این دنیا نداریم. همه سگ و کوچکترین سگ هم هفته 200 دقیقه پیاده روی نیاز داره که روزانه میشه حدوداً 27 دقیقه تا 30 دقیقه. یعنی شما یه سگ 2 کیلویی هم داشته باشی باید ببریش بیرون یه چرخی بزنه در نهایت. حالا ما برای سگ‌هایی که تا 5 کیلو هستن میایم روزانه 35 دقیقه 30 دقیقه حداقل پیاده روی رو در نظر میگیریم، ماکسیموم هم روی 45 دقیقه. اگر سگی داریم بین 5 تا 10 کیلو 2 تا 35 دقیقه یا 2 تا 40 دقیقه رو در نظر میگیریم صبح و شب. بهترین تایم پیاده روی هم اینو خدمتتون بگم که بین 7 تا 9 صبح هست و 7 تا 9 شب. 2 تا تایمی که انرژی سگ خیلی زیاده و هم میتونیم به اهداف آموزشی از این تایم استفاده بکنیم، هم گردشی و اوقات فراغت. برای سگ‌های مثبت 10 کیلو هم بخوایم در نظر بگیریم دیگه یه تایمی رو دست کم 2 تا پارت 45 و 50 دقیقه‌ای باید در نظر داشته باشیم، مخصوصا اگر سگی داشته باشیم که توی بازه سگ‌های اسپورت باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه، ما قبل از اینکه سگمون رو ببریم پیاده روی تغذیه‌اش نمی‌کنیم، هیچ غذایی بهش نمیدیم. چرا این کارو نمی‌کنیم؟ ببینید شما زمانی که سگ رو تغذیه می‌کنید و بیرون می‌برید، جدا مشکلات پزشکی مثل نفخ و گلاب بروتون استفراغ که براش میتونه به وجود بیاره تو همه سگا قطعی نیست، ولی یه نکته مشترک داره این موضوع. من زمانی که معده سگ رو پر میکنم و میرم پیاده روی، اون غذا میفته تو پروسه هضم. شما میخوای انرژی سگت رو تخلیه بکنی، اون غذا چون رفته تو پروسه هضم داره انرژی آزاد میکنه و جایگزین میکنه. شما زمانی که برمیگردی خونه انگار با سگت بیرون نرفتی، سگت شروع میکنه دوباره از در دیوار بالا رفتن. میایم سگمون رو با معده خالی میبریم بیرون، هم زودتر انرژیش تخلیه میشه، هم معدهش سالمتر میمونه. زمانی هم که برگشتیم خونه بین 30 دقیقه تا 50 دقیقه صبر میکنیم سگ دمای بدنش بیاد پایین، ضربان قلبش بیاد رو حالت نان اکتیو، چون تو حالت اکتیویتی بوده میاد روی اون حالت و بعد تغذیهش میکنیم. قبل یا بعد از یه فعالیت شدید اگر شما سگ رو تغذیه بخواید بکنید 100% مشکلات معده به وجود میاد توی دراز مدت. نکته بعدی هم که مهمه در مورد خود نحوه پیاده روی، اصلا ما چیکار کنیم. خیلی ها رو من میبینم میان این بند سگو میگیرن، گوشی دستشونه، وایسادن اینجا، یه رو اینجا وای میسه، 10 دقیقه میره اونور همجوری تاتی کنان، بعد میاد خونه میگه آره من 2 ساعت بیرون بودم انرژی سگم تخلیه نشد. خب با وایسادن و تاتی کردن انرژی هیچ سگی تخلیه نمیشه. کاری که شما باید انجام بدید اینه که توی هر مرحله سگتون میخواد باشه، چه تو آموزشه چه خارج آموزش، میایید بیرون 15 دقیقه اول یا 20 دقیقه اول و ماکسیموم بسته به جثه سگتون اختصاص میدید به اینکه این بند آزاد میذارید، این بره برای خوش بگرده، بو بکنه، جیششو بکنه، کاراشو بکنه، بعد بیاد. سگی که انرژی پر داره رو فورسش نمی‌کنیم حتما کنار پای خودمون راه بیاد، بره دوراشو بزنه، دوراش که تموم شد بند میاد رو حالت، یا بند رو تعویض میکنید بند ثابت میذارید که ترجیحمون به همون بند ثابت مثل همیشه، یا اینکه اگر اصرار دارید که از فلکسی استفاده بکنید میاد تقریبا روی بازه 120 سانتی متری تنظیم میکنید
و دیگه اجازه نمیدید سگتون بخواد بره جایی، مگر اینکه بخواد حالا علامت بذاره. علامت گذاری هم حین پیاده روی فکر نکن جرم نیست و جلوی سگتون رو نگید وای میخواد علامت بذاره، اصلا چیز عجیب غریبی نیست و کاملا نرماله. چیزی که هستش اینه که شما دوباره تاکید میکنم 15 تا 20 دقیقه اول زمان که اومدید بیرون از خونه اجازه میدید بره گشت و گذارش رو بکنه، بعد میرید توی پروسه پیاده روی. حالا میتونیدم این پروسه رو شروع کنید یه مقدارم باش بدوید، اگر بدوید که لطف بزرگی در حق سگتون میکنید. و در مورد اون 15 دقیقه اولم اگر محیطی دارید توی حالا مثلا توی ترکیه توی اکثر شهرک‌ها یه محیطایی دارن مخصوص سگاست، ما میتونیم مثلا ببریم اونجا سگمون رو بندش رو آزاد کنیم، یه محیطی که سگ بیرون نمیتونه بره، یعنی یه در هم داره که بسته میشه و کاملا سیفه برای اون سگ. میذاریم اون 15 دقیقه یه رو به اول مثلا توی اون محیط بخواد بر خودش بچرخه، بعد میریم تو پیاده روی. حالا پیاده روی که تموم شد یه کار دیگه شما دوباره مجددا باید انجام بدید و اون آزادی مجدد به اون سگ. آزادی که میگم منظورم همینه که دوباره بند رو آزاد میذاریم سگمون بره دوره آخرش هم بزنه، بعد میریم خونه. حالا کل این پروسه رو شما میخواید انجام بدید دیگه خودتون باید توی پیاده روی تنظیم بکنید دیگه. اگر سگی دارید که مثلا 45 دقیقه پیاده روی داره، خودتون باید زمان بندی بکنید که چقدر تایم گردش آزاد داشته باشه، چقدر تایم گردش با بند یا همون پیاده روی رو داشته باشه. به عنوان جمع‌بندی آخر بازم تاکید میکنم پیاده روی و بیرون رفتنتون رو هدفمند بکنید. جاهای عجیب غریب هم تو ذهنتون نباشه سگ رو ببرید. واقعا من خیلی از آدما رو میبینم سگاشون رو برمیدارن میان تو مرکز خرید و اینجور جا، واقعا اون سگ آسیب میبینه. یه برنامه منظم داشته باشین برای پیاده رویتون. اگر هم مشکلی داشتید میتونید با شماره ما تماس بگیرید و از مشاور مستقیم ما استفاده بکنید. تا قسمت بعدی.